سلام بر موفقیت. موفقیت در تاریخ همواره نتیجه ترکیبی از اراده، پشتکار و درک عمیق از شرایط زمانه بوده است. هر دوره‌ای از تاریخ قهرمانان و اندیشمندانی را در خود پرورانده که توانستند با عبور از محدودیت‌ها مسیر تازه‌ای برای خود و دیگران بسازند. آنچه این افراد را متمایز می‌کند تنها استعداد و یا شانس نیست، بلکه توانایی دیدن فرصت‌ها در دل بحران‌هاست. در تاریخ بسیاری از تمدن‌ها زمانی به اوج رسیدند که رهبران و مردم آنها به اهمیت دانش، نظم و تلاش پیوسته پی بردند. موفقیت برای آنان یک اتفاق نبود، بلکه نتیجه تلاش و پشتکار بود. حتی در دوره‌هایی که جنگ‌ها، قحطی‌ها و یا آشفتگی‌های سیاسی بر جهان سایه می‌انداخت، کسانی که نگاه بلند مدت داشتند می‌توانستند مسیر پیشرفت را پیدا کنند. تاریخ نشان می‌دهد که موفقیت همیشه خطی و ساده نیست. گاهی شکست‌ها مقدمه پیروزی‌های بزرگتر بودند. بسیاری از مخترعان، دانشمندان و فرماندهان بزرگ بارها شکست خوردند، اما هر بار با تجربه‌ای تازه برگشتند. این چرخه تلاش و اصلاح یکی از راه‌های مشترک موفقیت در همه دوران هاست. در نهایت مرور تاریخ به ما یادآوری می‌کند که موفقیت نه یک مقصد، بلکه یک مسیر است. مسیری که با یادگیری، پشتکار، انعطاف پذیری و امید ساخته می‌شود و هر فردی که از تجربه نسل‌های پیشین بهره بگیرد می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر بسازد و نام خود را در تاریخ به عنوان سازنده فردا ثبت کند. فراموش نکنیم انسان‌هایی که نظم در آموزش، کار و زندگی اجتماعی را نهادینه کردند، توانستند پایه‌های موفقیت بلند مدت را بنا کنند. تاریخ بارها ثابت کرده استعداد بدون انضباط مانند بذری است که در خاک نامناسب کاشته شود، که پتانسیل دارد ولی شکوفا نمی شود. موفقیت در تاریخ یک پیام روشن دارد. هر فرد می تواند مسیر خود را بسازد، به شرط آنکه از گذشته بیاموزد، در حال تلاش کند و برای آینده رویا داشته باشد. تاریخ نه تنها روایت گذشته است، بلکه چراغی است برای ساختن فردایی بهتر. حالا با هم تکرار کنیم تا کائنات خودشون رو برای کمک به ما در راه رسیدن به موفقیت ملزم بدونند. من لایق بهترین ها هستم. من لایق بهترین ها هستم و باز هم من لایق بهترین ها هستم و خواهم بود و خواهم بود و خواهم بود.